السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برداران عزیز و تماشاگران عزتمند و هواداران شبکه صلاح جمعه، هر کسی که ما تماشا داره، الحمدلله که طول 5 سال میشه که با همراه مردم تاجیک و همراه مردم مسلمان، غریب و مسافر و مهاجر و همش الحمدلله طول 5 سال کار کردیم و شکرانه پروردگار. چیزی که دست ما اومد، چی مالیوی، چی جسمانی، چی گفتی که روحانی، چیزی که باشه دست ما می اومدگیش الحمدلله به قدر استطاعت خدمت کردیم و انشالله که در آینده هم خدمت میکنیم. و امی جهت جن شیاطین به نهایت بسیار بد اذیت میتن خدمت و فرزندام. از همون خاطر گفتم که بسش میکنم، به خاطر که هم جا و مکان خوب نیست و بگیم سلامتی هم خوب نیست و بعضی ها رو مثال بگیریم هر آن چیزی که میخواهن همون چیز دادن نمیتوانیم. مثال بگیریم بعضیش فکر میکنن که در یک سیانس همون جین زده باید ساز شود، بعضیش بیماری اوتیسم، بعضیش بیماری گروه هم شود دیوانگی هم، بعضیش دوله نیزگیشون، بعضیش اینفکت زگی. یعنی برادران عزیز، برای گرینسه رفتن به رقم های روی اکران مراجعت کنین. برادرمون حاجی عادل در خدمت شما هسته. ماشین های زمانوی مراجعت کنین. اینو ما سلام برسونین. السلام علیکم. اولش الله سبحانه و تعالی اجازه دیم جنخونی علم مدیسینم کم کم خبردارم شدیم. اجازه که با همراه بعضی جنزدو دکتر میریم، خبرگیریشو میریم، میبینیم دیاگنوزش میدن، دکتر بیماریش دیدیم، بچه دیاگنوزش میدن دیگه و دیگه. الحمدلله به همش پروردگار هر یک بیمار شفای کامل و عاجل عطا فرماید. یعنی بسیاری بیماری ها والله خودشون میتونن که کوشش کنن تا اینکه ساز و بهتر شوند و محتاج برای خواندن نشوند. اولش که الله سبحانه و تعالی یگان کس محتاج یگان کس نکنه. هر یک انسان خداوند رزق و روزی حلال نصیب بگردانه تا اینکه از پیش زن فرزند و پدر و مادر دور نشوند. خب یعنی شیطان قسم یاد میکنه که قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قسم یاد میکنه شیطان که الله قسم به عظمتت که میگه همه ما بندگانت را با همراه خود جهنم میبرم و گمراه میکنم الا بنده هایی که مخلصت هستند، الا هم بنده هایی که همیشه با طاعت عبادت الله هستند، پیرو دین اسلام الله را پرستش میگن، مگر که همونها را میگن ما یگان کار کردن نمیتوانیم. هر انسانی که جن شیاطین میزنش زنچید از بنده های مخلص الله سبحانه و تعالی نیستن که شیطان اونها را زبلوجدین برده میتونه، گمراهشان کرده میتونه. حرکت کنیم که از این گونه بنده های مخلص الله سبحانه و تعالی باشیم تا اینکه جن شیاطین ضرری خودشان نرسانه. یعنی بعضی وقت میشه بیمار میشیم به سبب یگان گناهمون، شاید که حرمت پدر و مادر نکنیم، حرمت زن فرزند نکنیم، شاید که خش اقربا سیله رحم نکنیم، شاید که مال یگان کس خوردگی هستیم که دعا که بد که باشد در حقمون، شاید که یگان مظلوم ظلم کرده باشیم. یعنی یگان انسان، یگان مسافر، یگان مهاجر، یگان غریب پلش گرفتیم و بالات کوبش کردیم و گفتیمش که گبزن تا نعوذ بالله چی کار فراهم میکنیم زور تبیار. شاید که همون انسان دعا کرده باشه و چیکار هم دعای همون قبول شدگه و شما به همین بیماری دچار شدگه هستین. بعضیات کلگیت نه. به همون خاطر الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را نگهبان باشه، هر کجایی که باشیم حرکت کنیم که از بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی باشیم تا اینکه نه پیش رقی بریم، یعنی رقی خان، نه پیش طبیب که معالجه بیمارا میکنه. حرکت کنیم که دست به دعا کنیم الله دعای ما را اجابت کنه و شفای کامل و عاجل برای هر یک ما و شما نصیب بگردانه. یعنی فرزندام غم میتن جن شیاطین، فرزند بگیم معده دارم و نمیخوام که جن شیاطین ها را ضرر برسانه و خودم بیمار شدگیم بسیاری وقت شب روز بگیم با همراه بیمارا چیزی که دست ما میاد کوشش میکنیم و خواستیم که از همین سفیره و بسیاری مردم بسیار گپای بزیر مینویسن دیگه و دیگه، اینا به هدفتان رسیدین. یعنی نه جن میخوانم، نه دیگه دیس میکنم، نه دیگه و دیگهش. چیزی که دست ما میاد اگر که تانستیم ویدیو تربیوی با همراه برادران میکنیم و اگر که نتانستیم یک رکلامای که کارخانه خودمون یا حجامه یا که دورو باشه قدر استطاعت میکنیم
و بس. الله نگهبانتان باشه. فی امان الله. السلام علیکم.